در شهر پنجکند باغ ابوالقاسم فردوسی با پیکره‌های پیر توسی و رستم و سهراب بنیاد می شود. طبق لایحه انگاروی بنیاد باغ ابوالقاسم فردوسی در برش خیابان رودکی و کوچه سعدی شیرازی شهر پنجکند پیش بینی شده است. باغ در مساحت 7600 متر مربع با طرح نو بنیاد می شود که به نظر چون اسباب موسیقی به چشم می رسد. راهروی اساسی باغ با پهنایی 8 متر و درازی 75 متر با نقش و نگار ملی و سنگ‌های آرایشی وطنی گلچینی شده از درآمدگاه باغ تا به میدان طول می‌کشد. در قسمت بالای دروازه با بلندی 8 متر نوشته باغ ابوالقاسم فردوسی با حروف کریلی و پارسی حکاکی می‌شود. در لایحه بنیاد میدان دور شکل با حدود 30 متر و ستون‌های گران حجم بالاردار با روپوش و سنگ‌های مرمرینی وطنی به نظر گرفته شده است. بالاتر از میدان مذکور پیکره ابوالقاسم فردوسی با بلندی 5.5 متر قامت می افرازد. بلندی زیرپایه مجسمه 6 متر بوده، در پهنایی 3.4 متر با ستونهای زیبا با طرح تاریخی و نوشته ابوالقاسم فردوسی با 2 زبان پیش بینی گردیده است. در پس مجسمه دیوار نگاره ها با بلندی تا 3.5 متر از نمونه های صحنه های داستان های بیزوال شاهنامه و اشعار شاعر درج می شوند. از قسمت چپ مجسمه پیکره از رزم سهراب با رستم و در قسمت دیگری باغ 2 هیکل اسب سمند چون تمثال اسب رخش و دیگر اسبان جنگی در این اثری بیزوال تصویر شده می ایستند. در اطراف مجسمه فواره های زیبا با نشستگاه های چوبین و مرمرین و شیپنگ مرمرین برای قرائت شاهنامه یعنی شاهنامه خوانی به این نوبت گرفته شده است. مسئولین و مؤلفین لایحه از اهل فرهنگ و ضیای کشور می خواهند که برای تکمیل این لایحه انگاروی فکر و ملاحظه و پیشنهادهای خود را به شهرداری پنجکند یا شرکت لایحه کشی مصور فرستند.